تعریف مفرد رو چگونه کردند علما؟ جزئی از لفظ دلالت بر جزئی از معنا نکند. مثلا اینجا ما زید رو داریم. زید، لفظ زید دلالت می کند بر شخصی که اسمش زیده. مثلا اینجا با چهره خندان هم اون رو برای شما بکشم. خب لفظ زید برای شخصی موضوع وضع شده است. خب اینجا آیا جزئی از لفظ زید که زای آن هست یا دال آن هست دلالت می کند بر جزئی از معنا که سر زید یا دست زید یا پای زید است؟ نه خیر، دلالت نمی کند. مادامی که دلالت نمی کند پس مفرد محسوب می شود. اما اگر لفظی مانند مثلا عبدالله، اگر علم نباشد البته، چون اگر این هم علم باشد مفرد محسوب می شود، اما اگر علم نباشد، عبد جزء از لفظ که عبد است برای بنده و جزء دیگر که الله هست برای پروردگار معنا پیدا می کند. یعنی جزئی از لفظ دلالت بر جزئی از معنا می کند. بنده پروردگار این معناست برای عبدالله. پس لفظ عبدالله اگر علم نباشد، چون اگر علم باشد باز مفرد محسوب می شود، اگر علم نباشد مرکب محسوب، چون جزئی از لفظ دلالت بر جزئی